این گوشی دومت بود که یه 7 8 تا هم سیم کارت پشتش چسبونده بودی. موقع خواب زمانی که ما می اومدیم بالا بخوابیم تو تا صدای پله رو میشنیدی، سری خودت می‌زدی بخواب گوشی رو قایم می‌کردی و اینا. نور گوشی تو اینا مشخص بود. در ترس اینکه ازت گوشی دومت هم بگیرن، معبود لوت میده و گوشی دومت هم ازت میگیره. مگه میشه آدم بخواد نصف شب چت و چت بازی بکنه بعد بگه من سینگل بودم یا هر چیز دیگه با خانواده که دیگه نصف شب چت نمی‌کردی عزیزم. بلند شدم رفتم تو آشپزخونه که پژمان بود. پژمان گفتم ولی خب اینا پخش نشده. گفتم که قضیه رو به ماروخ گفتی؟ گفتش آره. گفتم من می‌خوام اعلام سینگلی کنم. گفتم اوکی. اشکال اصلی از ماروخ بود که یه سری آدما رو بهشون خیلی رتبه دادش یا ارزش دادش. اون گوشی آورده بودم پایین چون من و شاهین و تناز و ماهرخ موقعی که تموم میشد برنامه میرفتیم یه دو تا دکلمه میذاشتیم، صدای اون استخره رو گوش میدادیم، حالمون بهتر شه برای فردا. حالا من مثلا گوشیم بالا بود، اینا همیشه خب میرفتم بالا اگه قرار بود به کسی مسیج بدم، چرا آوردم پایین؟ مثلا تو برنامه می‌خواستم چیکار گوشیو؟ خجالت بکش پسر. بنده خدایی که باشم اونجا کاپل بودی، رفتارایی که تو با اون می‌کردی من در موردش حالا صحبت نکرده بودم. یارو رو بلند می‌کردی مگه ببخشید دلقک دربار بوده بچرخیش پشو بشین بالا پایین فلان اینا، هر آنچه که در میاد بهش میگفتی. یه جام که من با تو صحبت کردم برگشتی گفتی که من با ماهرخ خیلی علاقه‌مند بودم بهش که برم تو رابطه، ولی چون فلانی بود نتونستم.